پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که از رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دل سرد شده است، چون با این خلاصه آمده است که پوتین به جنگ اوکراین خاتمه نمی‌دهد. ترامپ که شامگاه پنجشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد، اینچنین گفت که روز جمعه با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتگو خواهد کرد. فردا صبح بر وقت من با زلنسکی گپ میزنم. میدانید من از صحبتی که امروز با پرزیدنت پوتین داشتم بسیار ناامید شدم، چون که فکر نکنم که او در اندیشه ختم جنگ باشد. فکر نکنم. بسیار دلسرد شدم. باور ندارم که او در فکر ختم جنگ باشد و این خیلی از این پیش او گفت که با پرزیدنت روسیه صحبت تلفنی داشت و چنین درک کرد که در سمت تلاش‌های انجام دادن جنگ هیچ پیشرفت حاصل نشده است. ششمین صحبت تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از زمان سر قدرت برگشتن ترامپ در ماه ینور امسال شام 3 ایول برگزار شد. پوتین گفته است که از هدف‌های در جنگ اوکراین دست نمی‌کشد و این امیدهای کاخ سفید را برای دستیابی به آتش بس در پی 4 سال جنگ برباد می‌دهد. موضوع اوکراین بررسی شد. دونالد ترامپ بار دیگر ختم بلافاصله عملیات حربی را در میان گذاشت. ولادیمیر پوتین از طرف خود تاکید کرد که ما جستجوی راه حل‌های سیاسی و مذاکراتی نزاع را ادامه می‌دهیم. پوتین درباره پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه سازش‌های بشری که در دوره دوم مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول به دست آمد خبردار کرد. او همچنین از آمادگی روسیه به ادامه جریان مذاکره‌ها خبر داد. دونالد ترامپ در صحبت با خبرنگاران در ایاوا آمریکا گفت که او با پوتین اینچنین موضوع ایران را بررسی کردند. این صحبت تخمیناً 1 ساعت دوام کرد. صحبت تلفنی پوتین و ترامپ یک روز بعد آن صورت گرفت که کاخ سفید تصدیق کرد که دادن برخی نمود سلاح‌ها به اوکراین را بس کرد، چون به گفته‌اش ذخیره‌های آن تمام می شود. روسیه طلب دارد که چون بخش از طلبات آتش بس متفقان غربی اوکراین ارائه یاری‌های حربی به این کشور را خاتمه دهند. ترامپ روز پنجشنبه پیش از آن که به ایاوا پرواز کرد، خبرها درباره ختم ارسال سلاح‌ها از آمریکا و اوکراین را رد نمود.